حکم داور بازی حسابیده نمیشه. از بیرون خواهش میکنیم با کار پهلوانان و با کار داوران دخالت نکنند. ما در جشن و چهاربینی های دوستان و نزدیکان به دستاویز نمیرویم. دستاویز یعنی چی؟ دسترخوان. و دسترخوان امروزه نوروزی ما چی است؟ دسترخوان امساله نوروزی 2016 پیش از همه 25 سالگی استقلالیت جمهوری تاجیکستان. در این قوازمای ایشان و صاحبان میدان به حریف خود غالب آمدند. احسن برای هر دو پهلوانم. شهرستان عبدالمجید توفیق دیونگر مایان توفا برای این خوازمای یک سرویس دیگر و چطور که گفتیم نوروز امساله دستاویز بسیار ارزنده آورده است. اولین دستاویز این 25 سالگی استقلالیت جمهوری تاجیکستان است که ما باید برای این سنه مهم یک تحفه ارزنده را آماده کنیم. دیگر دستاویز ارزنده جشن نوروز 2016 هم این 25مین نوروز است که مردم تاجیک او را در روحیه آزادی در روحیه استقلالیت جشن میگیرند. و دستاویز دیگر این 5 سالگی نوروز جهانی شدن جشن نیاگان ما است که توسط خدمت‌های بسیار ارزنده جناب عالی پیشوای ملت اساسگزار صلح و وحدت محترم امام علی رحمان روند گرفته و البته در این مقام سهم پهلوانایی که از شهرستان خواهش میکنیم مرحمت کنید. برای شما دسترخوان آماده است. برهم جان مرحمت. در این قوازمای ایشان و بر حریف خود غالب آمد. احسن برای هر دو پهلوانم، برای پهلوان مهمانم یک جهان تشکر. حریف نوبتی ایشانوف توتیوف از خواجگی های دوستی برد پهلوانان یک پیراهن خارجی. در سهم مقام بین الملل گرفتن نوروز در برابر تاجیکستان سهم کشورهای به ما دوست و برادر جمهوری اسلامی ایران و جمهوری و اینک سال پنجم است که نوروز همچون یک فرهنگ جهانی اعتراف شده از طرف یونسکو و یک باشگاه و شهامت خاصه تجلیل میگیرد و یک نشانه های تجلیل این نوروز آن است که پیران دیار، پیران برومند اطراف میدان نوروزی میگردند و یک با اخلاص احترام تمام مهمانان را خیر مقدم میگویند و من نیز به این آداب بلند صاحبان میدان همراه میشوم و بار دیگر قدم همه مهمانان را حسنات میگویم. پهلوانان غیرت کنید. بهرام جان مرحمت. بچه پایت دیگه جان بچه بابا جان یا بازی رو بند کنید. دم جلزه و مهمانان گرامی دستاورد دیگری نوروزی این است که امسال رمز دولت تاجیکان پادشاهان تاجیکان آنه که گفته بود تا آنه که من زنده هم دیوار بخارا من هستم اسماعیل سامانی در مرکز شهرک بوستان آمده است و از هر گونه نفسی بد و از هر گونه کردار بد مردم شریف محشر را نگهبانی میکند و به حسن شهرک بوستان یک حسن تازه اعزام کرده است. اینها هستند از مخصوصیت های این جشن نوروزی. بهرام جان مرحمت. حالا در میدان از صاحبان میدان میرف یکی از شاگردان محمد جان میرف آماده گوشتنگیر هستند. حریفشان سلامتین خلیفه و از خواجگی های زرفشان با هم قوازمایی میکنن. برد پهلوانان یک پیراهن. به اجازت داور گوشتنگ نمیگیره. داور گوش میکنه.
آمد بهار خرم با رنگ بوی تیب، با 100,000 نکت و آرایش عجیب. آره امسال بهار با یک آرایشات عجیب، با یک نکهت بسیار زیبا، با یک این از نور خداوندی است، از سخاوت خدا. اونا غیرت کنید. دوستان عزیز، امروز روز خودسندی محلی روغ باشد، هم این عید نوروز هممون هست. همه تاجیکستانیان در همه جا عید نوروز را جشن گرفتند. دوستان عزیز، حاضر بابا جان گفتن، لیکن شما مخلصان عزیز، همین مسیحی ها باید فرزندان نکونام خود از این رو در میدان یک شخص داوری کرده شده است که سال 2011 در چمپیونات جهان عنوان چمپیونی را گرفت و سال 2012 جای تاجیکستان همچون خارجگری نامی است. تاجیکستان است یعنی خوب آزمایی نیست میره. همین بچه نصیحت کنید، بچه خودساله یک فاتحه شدید برام خیلی دوادمی نکنند، عیب است همین چیز. باید ما همین چیز رو خاتمه دهیم. در همین عیدای نوروزی در مسجد همین دیده می شود. بچه ها، شما جوانان پهلوانان همین قد و قامت دیده، وزن دیده، بعد برای میدان باش شما هیچ کس نانگی نمیرساند. درست میگن ها. در میدان پهلوان توشیف محمد غفران از صاحبان میدان با پهلوان قلندر و زیای پدر قوه آزمایی میکنند. به هر دو پهلوان هم برای کار میخواهیم و در الهام از سخنهای معلم محترم گفتنی هم به ادب تنها نه خود را داشت بعد به ادب تنها نه خود را داشت بعد بلکه شعله بر همه آفاق زد. شخصی به ادب هیچگاه غالب نمی شود. شخصی که کبر و غرور دارد او اصلا غالب نمی شود. و یاد یک چیز درست قید کردن که آدمی که مغلوب می شود فکر با سرش بالا کردن هم کند. از محمد جان میرف چمپیون جان خوش میکنیم. بازی یک دقیقه برای جشن 25 سالگی تاجیکستان عزیز پیشبرد افزودگی که می‌شود از همین برآمد معلوم می‌شود و ما با آماده که با محنت حلال بهر عملی حاضرین گرامی، همکاران عزیز، در این روزهای پرفیض و تراوتبخش و زیبا و نازنین بهار که از نفس تازه آن جهان سرسبز و خرم گردیده است، همه شما را به افتخار عید مقدس اجدادی نوروز دلافروز صمیمانه تبریک و مبارکباد گفته برایتان پیش از همه سلامتی، خوشبختی، خوشنودی، سعادتمندی و تمام شادی و نشاط زندگی را تمنا دارم. جشن نوروز از سنت و عنعنه‌های اصیل و زندگی ساز مردم تاجیک بوده. هزار ساله‌ها این جانب با تمام شکوه و اصالتش تشریح کرده می شود. تبریکی به این معنی در یکی از تبریکات نوروزی خود پیشوای ملت، اساسگزار صلح و وحدت کشور، سرور معظم ملت همان جناب عالی محترم امام علی رحمان تاکید نمودند. شاید در عالم جشن مثل نوروز کم وجود داشته باشد که رسومی دلچسب و سنت‌های زندگی سازی آن را ملت و خلق‌های دیگر عالم چون دستاورد بی‌نظیر فرهنگی پذیرفته و همین نام زیبای تاجیکی تجلیل نمایند. استقلالیت دولتی برای احیای پرشفقت تجلیل نوروز شرایط و امکانات‌های مناسب را فراهم آورد. با شرافت سیاست خردمندانه پیشوای ملت جناب عالی محترم امام علی رحمان نوروز ادم نه تنها عمری دوباره یافت بلکه به صفت جشن وحدت آفرین اهل سیاره مقام بین المللی گرفت. اینک 6 سال این جانب در تمام جهان نوای جانبخش و مسرت‌آمیز نوروز طنین انداز می‌گردد. جهانی شدن نوروز اعتراف بزرگ و قدرت و توانایی مردم تاجیک است. حاضرین محترم، چنانه که یادآور شدم، نوروز تنها جشن شادی و فرح نیست بلکه آن ماهیتاً ارزش معنوی و اخلاقی دارد.
نوروز پیام لطف و مهربانی، صمیمیت، احترام اخلاص، اراده متین، روی استوار، تلاش برای سازندگی بنیادکاری و آبادانی میباشد. نوروز در برابر ماهیت بلند معنویش جشن کشاورزان و بازرگانان و دهقانان اصیل است، زیرا برابر تجلیل آن مرد دهقان و کشتکار بهاری آغاز نموده با امید روزی فراوان و فیض و برکتی بی‌پایان و زمین دانه امید می‌پوشد. شایسته ذکر است که شما ساکنان دهی راگی جماعت دیوات پردارک همیشه در صف سازندگان و آبادگران مشا قرار دارید. شما فرزندان و پیوندان همان بابایان و پدران هستید که پرچم بردار شأن و شکوه دیار میباشند. پس باید نسل امروز عنعنه والی گذشتگان خود را ادامه دهند. بنابراین هر یکی شما را لازم است که برای آبادی دیار، گسترده کارهای سازندگی، تربیت فرزندان، دستگیری معیوبان و برجاماندگان، احترام و عزت کلانسالان سعی و تلاش نمایید. طوری که دیده ساله در قطار دیگر ساکنان ظفرمند کشور ما هم عزم نمودیم که 60 سالگی از ساکنی دشتی نبردآفرین دلورزین را جشن گیریم و به این مقصد در گوشه و کنار ناحیه کارهای سازندگی بنیادکاری گسترده تازه کسب نمودند که همه آنها از شرافت صاحب استقلالی و متحدی ما و شما درک می‌دهد. باوری کامل دارم که شما ساکنان دهی را در این مسئله بی‌طرفی ظاهر نکرده برای آبادی دیار و محلی خود حصه‌گذاری می‌نمایید. همزمان اطمینان دارم که کشاورزان گندآفرین دهی را مخصوصا راهبران و سربران خواجگاه دهقانی که ضمن تجدید تشکیل شده‌اند هر یک وجب زمین را ثمرناک استفاده برده با جد و تلاش خود حاصل بلند می‌رویانند. مشا غیرت عزیزاده السلام علیکم همدیران عزیز. بنده پیش از همه از ما می‌خواهم و از نام کلی کارمندان دستگاه جماعت دیوات پردارک همین مهمانانی که اینجا قدم رفته کردند شامل نور دیگر گفته و ایشان تمام خوشی‌های روزگار را تمنا می‌کنم. چنانچه در تمنیات محترم رئیس قید شد، نوروز از سنت‌های قدیمی اجدادان گذشتگان ما بوده. امروزها در جماعت دیوات پردارک خوب جشن گرفته می‌شود، خوب قید کرده می‌شود و این نوروز جشنگیری عید نوروز پیش از همه آغاز سال، آغاز کشت و کار، آغاز زندگی نو است. من به این خاطر از نام خودم همه شما باشندگان دهه راه که امروز نوروز را جشن گرفته ایستاده‌اید تبریک و تهنیت گفتم. در روزگار هر یکی شما خوشی‌های زندگی، فرح بخشی و تمام اون نعمت‌های مادی که خداوند عز و جل برای انسانیت آفریده است و همه شما تمنا میکنم. باز یک بار دیگر مهمانان گرامی خوش آمدید. نور دیگر فرستاد. سلامت باشید. من جناب تشکر می‌کنم برای کمیته تشکیلی جشن نوروزی دهه ایران و رئیس محترم عزیزاده غیرت‌شاه و سایر همکارانشان و خصوص با رئیس جماعت پردارک محترم محمد یعقوب یادگارف برای سخن‌های ارزنده عرض سپاس می‌کنم. و چون امروز از 60 سالگی از خودکنی جشن دلورزی یادآور شد و بنده گفته بودم نوروز امساله یک دستاورد بسیار خوب دارد و این دستاورد 60 سالگی از خودکنی دست دلورزی است که به این مناسبت ما گفتیم شاه شاهان اسماعیل سامانی در مرکز بوستان آمد افراخته است. با کمال احترام من از شورای محل برای مهمانان، برای آباد کنندگان این دشتی که انتاق نام داشته با مهنت مردمی همین دیار بوستان شده است و پای خاطران میشناسند. آباد کنندگان دشت دلورزی شاکر فاطمه محمد نو از کارمندان مقامات اجرایی حاکمیت دولتی ناحیه نقشا و خواهش می‌کنیم دخواه شاکر فاطمه شریف توتشو حسین فای محمد
شریف شاهین بیگ این توپ رو به خانه‌شون میسپرده. بابایف محمد عزیز، عبدالله محمد کریم، شریف شفایف قربان محمد، شریف نظر محمد خانهش میسپریده میبخشید. شریف نور محمد این توپ هم به خانهشون میسپرند. کریموف محمد عظیم، توریف محمد صابر، غالبوف محمد ناصر، غالبوف محمد ناصر، نوروز محمد شریف، جمعه سفر محمد، داملای محترم داملای سفر محمد، آدنه فستا اکرم به خانهشون تحویل میدیم. آخونوف شاه محمد به خانهشون تحویل میدیم. میربایزایف اودینه، منصورف محمد صالح و نهایت شریفوف ملا محمد. خب شاگردا خوش بکنیم برای این انسان ها یک چپک میزنند از درگاه خداوند محمد مرزا احمدی‌آقا. خواهش میکنیم که خداوند در عمر این مردان نورانی یک برکه خیر عطا کند. محمد معلم‌جان برنامه. دوستان عزیز دیدید نوروز است. ما باید نویگیری ها کنیم. البته اگر دیدید موسیقیدای همشه به مناسبتی 60 سالگی تشریف ورزید برای مهنت حلالشان در اینجا هوسمند کردن. در اینجا فوتبال بازان نورس که از همین دهت در ناحیه جا یکم را گرفتن در اینجا قطار هستند. با اجازه شما برای خاطر آینده درخشان آنها با کفگوبی شما مدالاشون و افتخارها باشون میسپاریم که آنها شاید که آینده پرچمبردار جمهوری ترکستان بدن. برای مدالاشون ده معذرت میخواهیم برای خاطر کم در گوشتی نگاه داشتن برای گوشتی ما آماده میشوند. خدا خیر برای دقیقتان باش 100 ساله ها با عمر بینه و بسم الله الرحمن در نمانیم. تو را بیدار زمین از خواب سازیم، دل در دامن جانت نوازیم. کنون با آب خیز تو جان بیاری، نفس بر دامنی عاشق گذاری. جمالت چون صفای نور دارد، که هفت پشتی تو را سامان گذارد. ز صبح و شام همه یک رو بیاریم، که دشت را دامنی گلها کشاییم. چو کوسار تن به تن یک ننگ داریم، و تو 100 جان دهیم و قوه آریم. سعادت همدمی ای نوبهارم، نسیم گلشن است نوروز جانم. حالا در میدان محمد غفران تشریف از صاحبان میدان با پارلمان قلندر فردی پردارک با هم قواز میکنند. تو باید سفرمز خارجی تلفن محمد غفران بعدش باردن کوبا خاصیمتی در پشمان شیلفی دوام بدیم. حریم عشق را فرما بیماری، بنازم سر یا درودم. فرخبش هر کجا داری تو باغ، شبت چون ماه بود هر جا چراغ. جوانانت همه یک تن بکارن، که بحری تاجیکستان جان گذارن. ودا بر خار و خسی خود نمایی، سری هر گل چو بوستان کشایی. رسید فیض بخشیت 60 سال که عمره، به استقلال شود چون مژده نوره. باز یک خوشخبری دیگر دوستان عزیز، از همین دهه 2 نفر دخترک در سن سال خود چمپیون ولایت آید به شهمت گشتند. شهمات اینا ساکینه و مشگانه دختران آموزگار قدرتشاه، از نام همتون تبریکشون میگویم. این در بین دختران گرفتن در ولایت جای یکم گرفتن شرف کلان است و آنها روز 3 خدا خواهد به شهر دوشنبه در چمپیونات اشتراک میکنند. و همین فوتبال بازان در
اینجا دیدید حصه کلون مربی همین مکتب مربی مکتب ورشید حاجی تیلو می باشد که اونها را با آماده ساختند و آنها غالب گشتند. باز یک بار دیگر از نام همتون تبریک میگوییم. همتون سلامت باشید. بعد به گپی داور گوش میاندازیم. یک جهان تشکر میگیم. حکم داور گوش میکنیم. در حقیقت سهم استاد یارق میرزا احمد و حاجی سامانی ارسال کردند و در همین الهام گرفته فرزندان فرزانه دیار جمعه سبحان جان 3500 سومانی، حاجی استاد سفر علیموف 2000 سومانی، حاجی آرمان توشف 2000 سومانی، رجب سفر محمد 200 سومانی مبلغ وارد خزینه نوروزی کردند که از خداوند برای ایشان عمر پربرکت و دولت زیاده را خواهانیم و انشاءالله از این فرزندان برومند دیار همدیاران ما الهام میگیرند و خزینه نوروزی برای توفای ارزنده شما لحظه به لحظه غنی می شود. باشد که در سالخوان نوروزی هر مردمی مشا غناوت باشد و برای آن دو دختره که کمالزاده ها هستند ما برای کار و سفر بی خطر بازی دو رنگ می خواهیم. مرحمت بهرام جان. مرحمت با پهلوان مهمان است استرافشان مصطفی قلوف با لباس ورزشی سرخ با هم قوازمایی میکنند. برد پهلوانان یک سرویس مقرر شده است. داور میدان پهلوان شناخته دیار چمپیون جهان عضو چندین کراتی بازی های بین الملل محمد جان میرف می‌سازد که از همه پهلوانان خواهش کنیم که آداب بلند و میدانداری و دیارداری را از محمد جان میرف آموزند و محمد جان میرف نه تنها فخر دیار بلکه فخر تاجیکستانی عزیز است و این منوال کمال نصرالله بسیار درست می‌فرماید. ای میهن من هر عضو زمین توست عضو تن من، یک شانه من اگر زرافشان باشد یک شانه دیگرم بدخشان باشد. بگرده کسم اگر که مسچا هم نیست، بگرده کسم اگر که مسچا هم نیست، جز راه کمال تو بدل راه هم نیست. در حقیقت تمام شاعران تاجیکستان مردمی مسچا را همچنین یک مردمی به دل گرده میشناسند و محض همان دل گرده که کمال نصرالله میگوید در محمد جان میرف است که در چندین میدان های بین الملل توانسته است که پرچم تاجیکستان را بلند کند. باشد که فرزندان یک دقیقه برای پهلوانا غیرت کنید. صلاح‌الدین جان غیرت کنید. بازی های زیبای شما می توانند که محو تماشای دیگر پهلوانای دهه راه شوند. بهرام جان مرحمت. خب موافق درخواست پهلوانان بعد همین خود آزمایی زیرا محمد جان میرف برای میدان داری آماده می شوند. پهلوان شناخته دیار حاجی ندیر محمد را برای میدان داری دعوت میکنم. مرحبا. بدل از دهه پلدارک با هم قوازمایی میکنند. برای هر دو پهلوان هم بردباری خواهانیم. برد پهلوانان یک سرویس مقرر شده است. واقعا بهرام جان هنگامی که سیف الله معرفی کرده سیف الله سامان جان و برادرشان در یک قوازمایی که در قدغن موقع جمهوری داشت قوازمایی کرده جای اول را صاحب شدند و با این قوازمایی خیش با آداب خیش و با غیرت خیش توانستند که نام دیار محشا را بلند بردارند. خداوند در جان قوه ایشان برکه خیرات کند. غیرت کنید پهلوانان. پهلوانا به گپ داور گوش اندازید. از میدان بیرون حسابیده نمیشود. بس همین پهلوانان میرسونیم که تیلا حساب نیست، علق حساب نیست، سردادی مغلوب میشوی. غیرت کنید پهلوانان. در این قوازمای بعد خصلت‌های خوب دارد. بسیار آدم‌ها الهامش می‌بینن با همین خزینه یاری کلان میرسونند. من یک چیز را گفتنی هستم بعضن همین اینجا فرزندان اکای رحمت حاجی جنبای هستند. آنها باور که ملک رحمان در بالا در محله $15,000 همین چای آبی نوشاکی برآورد و حاضر در اینجا الهامشان آمدن 500 سامانی و خزینه گذاشتن که برای پهلوانان برای خزینه نوروزی رو